امروز باز به یک گوشه نادری کشورمان سفر خواهیم کرد. توجه کنید. ممنوعگاه دولتی طبیعی بیشه پلنگان. این ممنوعگاه یکی از موضع‌های طبیعی تاجیکستان بوده در جنوب تاجیکستان در ریزگاه دریای وخش و پنج جایگیر شده است. مساحت عمومی ممنوعگاه بیشه پلنگان 49700 هکتار را تشکیل می‌دهد. ممنوعگاه با قرار کمیسریت خلقی کشاورزی تاجیکستان 4 نوامبر سال 1938 تأسیس شده است. ممنوعگاه بیشه پلنگان در حدود امروزه ناحیه‌های دوستی، جیهون و قبادیان ولایت ختلان واقع است و یکی از جایهای تماشاباب منطقه سیاحی وادی بخش به حساب می‌رود. بیشتر حدود ممنوعگاه بیشه پلنگان را توغیزور تشکیل می‌دهد. از حیوانات نادر گوزن بخارایی باقی مانده است. اصلا ممنوعگاه با مقصد محافظت کمپلکس بیابان و توغیزور، نباتات و حیوانات نادری آن تأسیس یافته 14500 هکتار جنگل پوش، 10700 هکتار مرغزار، 4030 هکتار کولها، 22173 هکتار را بیابان تشکیل می‌دهد. ممنوعگاه به خاطر موجودیت یکی از نادرترین نمود شیرخوارانی درنده پلنگ تورانی بیشه پلنگان نامگذاری شده است. در حدود ممنوعگاه این نمود حیوان شیرخوار تا سالهای 50 عصر 20 دچار میشد. عالم روسپاتاپوف در اثر خود تیگرو و بالکا چندین حادثه های واخوری آدمان را با پلنگ ها یادرس شده است. وجود پلنگ تورانی در حدود ممنوعگاه تابستان 1353 به قید گرفته شده است. این زمان دور به موجودیت این نمود پلنگ در طبیعت و باقی حیوانات دنیا یگان معلومات نیست. ممنوعگاه منظره‌های گوناگون طبیعی دارد. از یک طرف منطقه بیابان، از طرف دیگر منطقه توغیزور. گل‌های سرشمار ممنوعگاه را احاطه نمودند که به طبیعت آن باز هم زیبایی و گوناگون رنگی می‌بخشند. در حدود ممنوعگاه اینچنین پایان‌آب دریای وخش جایگیر است. عین حال در حدود ممنوعگاه زیاد از 20 کول باقی مانده است. کولهای ممنوعگاه مکان زمستان گذرانی پرندگان منطقه‌های سرد میباشند. با فرارسی فصل زمستان به کولهای ممنوعگاه بعضی از نمود پرندگان از سیبری روسیه، مملکت‌های آسیای مرکزی، چین کوچش نموده تا فرارسی فصل گرما در آن باقی میمانند. از نمایندگان صنف خزندگان سنگپشت آسیای میانگی، گکان شانه انگشت، لنده‌سرک ریگی، کوبرای آسیای میانگی، گرزه و دیگر نمودهای نادر وام می‌خورند. یکی از کلانترین کلتکلاس‌های زمان معاصر سوسمار خاکستر رنگ در منطقه بیابان ممنوعگاه دچار می‌شود که آن را تیمساح بیابان نیز می‌نامند. از نمایندگان صنف شیرخواران در حدود ممنوعگاه گوزن بخارایی، غیزال، گربه قمیشزار، کفتار، میر موشان، خوکی وحشی، حشرات خوری پکنه، جیره هندی و غیره دچار می‌شوند.
یکی از زیباترین نمود شیرخواران ممنوعگاه این گوزن بخاری می باشد که در تغییرهای ممنوعگاه پهن شده است. عالم نباتات ممنوعگاه نیز خیلی بوی است. وفق معلومات عالمان ساحه در حدود ممنوعگاه 604 نمود رستنی آب میخورند. از این مقدار 322 نمود رستنی‌های خوراکی چاروا، 49 نمود رستنی‌های تکنیکی، 44 نمود رستنی‌های درمانی، 10 نمود رستنی‌های مفتخور و 22 نمود رستنی‌های زهرناک میباشند. این زمان دولت حکومت تاجیکستان برنامه مخصوص را طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به بهتر نمودن فعالیت ممنوعگاه دولتی بهشه پلنگان راه اندازی نموده است که جهت به حالت معیارهای استاندارد بین المللی حدودهای طبیعی مخصوص حفظ شونده جوابگو گرداندن این موضوع روانه شده است. این غمخوری‌ها شهادتگر آنند که حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ طبیعت، گوناگونی بیولوژی و کم کردن تاثیر نامطلوب فعالیت انسان به محیط اطراف تدبیرهای موثر می‌اندیشند تا این گوشه ناتکرار طبیعت و عالم حیوانات و نباتات آن به نسل‌های آینده نیز باقی ماند.